رضا افرفستان اومدم با یه ویدیو دیگه. قبل از ادامه ویدیو اگه چنل منو ساب نداری حتما ساب کن، زنگوله کنارش هم بزن و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و هر نظر و ایده داری در کامنت ها من بگو. Let's go. دوستان امروز اومدیم که با هم یه چند تا اکانت واقعا پشپریزون رو با هم ببینیم، یه 7-8 تا. بریم سراغ اولی. خب این اکانت اولی، حالا آیدیاشون هم بهتون میگم، اگه دوست داشتید خودشون رو برین ببینید و نگاه کنید. اولین اکانت 17 25 19 30 82. خب بریم ببینیم چیه. این یک واقعا آدم مغز خر خورده بوده. همون جمع بازم واسه اکانتت خرج کن. رفته بدیج خریده 5000 خوردی بدیج خریده که هلوشه به پول الان هلوشه 20 میلیون پول این بدیجا میشه. بریم اکانت بعدی. خب اینم اکانت دوم با آیدی 34 66 95 40. بچه این که اکانت روحه، واقعا خیلی جای بحث داره، یعنی روحه، نه کاراکتری نه چیزی، هیچی دیده نمیشه، روحه. حالا بنویسین تو کامنت ها به نظرتون چرا اینجوریه. بریم سراغ اکانت بعدی. اینم اکانت سوم که یه اکانت ویدای 1100. من که تا الان ندیده بودم، واقعا خیلی کمتر کسی فکر کنم پیدا میشه که اکانت 1100 داشته باشه. یه درخواستم بهش میده ولی اگه قبول کنه. واقعا خیلی خفنه. من این ستشو که تا حالا ندیده بودم. اگه اومده شما دیدین به من بگید. این بدیجاشو ببینیم. 2000 تا بدیج، 1000 تا بدیج هم خریده دیگه. و از این بویا پس جدیدی که اومده اصلا بازی نکرده، نیومده اصلا تو بازی. و بریم سراغ اکانت بعد. اینم از اکانت چهارم، معروف به سلطان و یوتیوبر. فکر کنم اولوش 12 میلیون ساب داره. بدیجاشو نگاه کن، بدیجاشو فقط نگاه کن. 11 میلیون، میگم میلیون، 11000 تا 110,000 تا. اصلا واقعا این همه پول، تقریبا به پول الان 900 میلیون پول همین بدیجاش میشه. واقعا خیلیه، واقعا پول بدیجاش خیلیه. بریم سراغ اکانت پنجم. اینم اکانت پنجم. تا اینجا که چیز خاصی نداره، معمولیه. حالا بریم داخل اکانتش ببینیم چیه. 40k داده بدیج گرفته و هیچ خاصی دیگه من. این ستش هم خیلی خوشگله و 40k داده بدیج گرفته. به غیر از این چیزی خاصی دیگه نداره. بریم سراغ اکانت ششم. این اکانت خیلی جالبه. مثلا به شما چند تا 5 داره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا 5 داره. بعدا جدا از این اسمش هم 555، لونش هم 55، اسم گیلدش هم 555. حالا بریم باز بقیه چیزاشو نگاه کنیم. الیت پساش همه 55 55 55.
دیگه بعدش هم فکر کنم بازی نکرده، تا اونجا بیشتر بازی نکرده و همین دیگه چیز دیگه نداره. ولی خیلی واسه من یکی خیلی جالب بود، همش 5 بریم سراغ اکانت بعد، یعنی هفتم. این اکانت هم واقعا جالبه، یه 1 داره و 1 2 3 4 5 6 7 8 تا صفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 و دوباره 1. واقعا یه آیدی عددی خیلی شیک اینا داره. حالا این داخلش ببینید چه خبره. چرا بالا، چه جالب. اینم یکی دیگه از اکانتای روحه، شکارچی روح. هم تا اینجا 2 تا اکانت روح شکار کردیم. بریم سراغ اکانت بعدی، یعنی 8 هشتمین اکانت. این اکانت هم واقعا خیلی باحاله. 12 34 از دوباره 12 34. هیچ چیزی نداره، فقط آیدی عددی چیز جالبی بود. خیلی ممنونم که دوستان تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا این ویدیو دیگه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.